به ما گفتن دیدی یکی خیلی اهل نمازه، گول نمازاشو نخور. میگه گول نماز زیادی نخور. ابن ملجم مرادی پیشونیش عین زانو شطور بود. میگه گول نماز زیادی نخور. میگه گول نماز زیادی نخور. میگه دیدی کسی رو صیام، کسی زیاد روزه میگیره، گول روزه زیادم نخور. کلن مظاهر دینی مباهات شدنی نیست. به ما گفتن که اگه کسی زیاد دین میکنه این منافق. کسی زیاد دین میکنه این منافق. از علائم نفاق اینه، کسی که منافقه زیاد دین میکنه. حاجا از نظر شرعی چجوریه این علائم نفاق؟ منافق دین از دهنش نمیاد، تکون میخوری دین. بعضی فکر میکنن نماز اول وقت نخونی کفره. آقا اگه قرار بود فقط اول وقت بخونی مهلت نمیدادن که. گفتن از اذان ظهر تا قبل از غروب وقت نماز ظهر و عصره. اگه قرار بود فقط اول وقت بخونی مهلت رو دادن. برای چی؟ برای همین جا. میگه دین از دهن منافق نمیفته. مثل اینا که تو اداره هستن، ظهر نماز اول وقت میخونن با مستحبات، یه ساعت فقط تو توالتن چون دعا داره. میدونی آبو میبینی باید دعا بخونی، بعد شیر آبو باز میکنی یه دعا داره. ولی نم چرا تو اداره فقط یاد مستحبات میافتن؟ و همین آدم نماز مغربشاشو کی میخونه؟ فیلم غیر از اینه. اگه غیر از اینه غیر از اینه. رفتم اداره ظهر بوده، حاج آقا نماز. گفتم بابا جمع کن جون مادرت، فیلم ها رو ما یادتون دادیم. میگه گول نماز زیادی نخور. نماز صبح قضا شد یا نشد خدا وکیلی. میگه کسی که دین از دهنش نمیفته این منافقه. فلا تو با او به مباهات نکن بش. آقا نماز، آقا روزه. نه آقا حساب کتاب کلا نباید سرمون بره. مثلا روحیه منافق اینجوریه، فقط از دین دم میزنه ولی سر سوزنی اعتقادی به دین نداره. چون اعتقاد به دین توی جاهای خودشو نشون میده، یه ظرافتاییه. توی ظرافتای اعتقاد به دین خودشو نشون میده که آدم دین داره. من آدم دیدم که محاسنم نداشته، میبینی که انقدر به حرام و حلال اهمیت میده، یه وقت یه تقیداتی داره که من ندارم. بعدم اهل فیلم نیست، معلومه فیلم بازی نمیکنه. یه جا میرسی میبینی آقا این چقدر حقوق رعایت میکنه، چقدر حواسش جمعه. میگه رفتم در مغازه‌اش دیدم برنج زده، برنج تارم کیلو 1000 خورده‌ای، برنج تارم همون اسم کیلو 2000 خورده‌ای. بهش میگم این فرقشون چیه؟ میگه اون خرید قبلمون، این خرید جدیدمون. ارزون خریدیم ارزون میدیم. تو هر کدوم میخوای بردار. ارزون خریدیم ارزون میدیم. اینجا معلوم میشه دین یعنی چی. اینجا معلوم میشه نماز یعنی چی، روزه یعنی چی. اینجا معلوم میشه دین یعنی چی. اینجا معلوم میشه نماز یعنی چی، روزه یعنی چی. اگه اینجا دوتا برنج رو قاطی نکردی، نزدی روش دو خورده، این معلومه نماز خونی. به این نیست که کرکره مغازتو بکشی بدوی مسجد. آخه بعضی کرکره مغازه رو میکشن با این میدونم مسجد صف اولم میشینن. بهش میگه حاجی این چکتو 2 روز دیرتر پاس کن. چرکش اینجوری میکنه، میگه بالا بودش انقدر میشه. قدیما حرام بود بالا بود و این چیزا که قانون بازار. یعنی هر پدر سوخت بازی اشکال نداره، قانون بازار دیگه. روایت داریم میگه آخر الزمان شیعه رو مردم میبینن میگن این دیوانه است. اگه کسی رعایت نکنه میگن این پخمه است. این روایت مشکات الانوار خصائص الشیعه میگه شیعه رو میبینن آخر الزمان میگن این دیوانه است. دیوانه است دیگه. چکشو 2 ماه دیرتر پاس کردیم بالا بود نگرفته، دیوانگی نیست. تو مملکتی که بانکاش به روز دارن سود میدن، روز شمار سود میدن، روز شمار آدم سود نگیره، بیعقلی نیست. اینجا معلوم میشه دین چیه. نه که صف اول مسجد نماز، نه که صف اول مسجد نماز.
بله نماز اول وقت خوبه، به شرط که کار واجبتر نداشته باشی. کار واجبتر چیه؟ کار مردم واجبتره. کی گفته نماز اول وقت وقتی مردم لنگه؟ امیرالمومنین دستش بالا بود میخواست نماز بخونه، زنه اومد جلو تو دارالاماره. آقا برگشت فرمود امری دارید؟ گفت بله آقا این حاکم به ما زور میگه. از کجا اومدی؟ دفاتر رو بیاید ببینم کیو میگه، فلانیو میگه. آورد آقا چند تا گزارش دیگه هم داشت. با گزارش این زنه یقین کرد که حاکمش ظلم میکنه. نشست عزلشو نوشت، عزل حاکمو نوشت، نامشو پیچید داد به این زنه، گفت اینو بهش بده. توش نوشته بود فلانی معزولی، بیت المال حفظ کن، کسی رو میفرستم میاد ازت تحویل میگیره. داد. بعد رفت نماز. خب آقا میگفت خب حالا برو نماز تو بخون. بعد الله اکبر نمیتونست بگه الان نماز برو پی کارت. بدونی من کیم؟ ملائکه منتظر نماز منن. دیدی کسی رو سیام، کسی رو صلات فلا تباهوا به، پس به چی مباهات کنیم؟ حضرت فرمود انظروا کیف عقله، ببین چقدر خویشتن داره، ببین چقدر خویشتن داره. ببین از کوره در میره دهنشو وا میکنه چششو میبنده. ببین سر بچهش داد میزنه، بچهشو کتک میزنه. ببین با خانومش چجوری رفتار میکنه. ببین تو عصبانیت، تو فقر، اون جاهایی که آدما تحت فشارن، ببین اونجا چی از خودش نشون میده. به اون مباهات کن. چون اثر نماز تقویت عقل. عقل به معنای توانایی. عقل یعنی قدرت خویشتنداری. میگه ببین چقدر خویشتنداره، یعنی ببین چقدر نمازش اثر گذاشته. چون نماز آدمو خویشتندار میکنه. استعینوا بالصبر والصلاه. نماز آدمو صبور میکنه. اصلا به ما گفتن از نماز قدرت بگیرید. ببین نمازه قدرت بهش داده یا نداده؟ نماز آدمو صبور میکنه. نماز آدمو صبور. ای نماز آگین پس از 70 سال کو تحول، کو طرب، کو شور و حال، کو شور و حال. نمازت باید اثر کنه. ای نماز آگین هم نشینی با خدا باید یه جا اثر بذاره دیگه. ای نماز آگین پس از 70 سال کو تحول، کو طرب، کو شور و حال، کو شور و حال. قربونتون برم، فداتون بشم. امیرالمومنین فرمود الا لا خیر فی قرائت لا تدبر فی. قرائتی که توش تدبر نباشه خیری توش نیست. یعنی شما اگه 10 تا سوره بخونی با تأمل، با تفکر، با تفسیرش، با ترجمهش، بهتر از اینه که 200 دور قرآن رو ختم کنی ولی ندونی قرآن چی گفته. حیفه 30 سال، 40 سال، 50 سال تو هیئت، تو مسجد، سر سفره دعا باشیم، افکارمون شبیه ادعیه نباشه، با ضرب المثلامون زندگی کنیم. ماشاءالله که هر کاری میخوام بکنیم ضرب المثل واسش درست کردیم. یارو میخواد انفاق نکنه، میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. کی گفته اینو؟ مگه نشنیدی بچهای علی ابن ابی طالب گرسنه بودن، رفت بیرون 5 دینار قرض گرفت از یه یهودی، اومد مقداد دید. ها مقداد چه خبر؟ گفت آقا بچه‌هام غذا ندارن. عین 5 دینار داد به مقداد. پس چرا نبرد خونه خودش؟ نگو بچه‌ها خودم هم گرسنه‌ام. به من چه که بچه‌های تو گرسنه‌ان؟ چرا با این ضرب مسئله زندگی می‌کنی؟ چرا با این ضرب مسئله زندگی می‌کنی؟ چرا با این ضرب مسئله زندگی می‌کنی؟ آقا مدارس غیر انتفاعی دیدید بچه‌ها چه شلوغ می‌کنن، معلم مدیر چیزی بهشون نمیگن؟ میدونید چرا؟ چون سر ماه با باباهاشون چیکار میکنن؟ حساب میکنن. سر ماه با باباش حساب میکنن. آقا بچه‌تون خیلی شیطونه. بله چقدر بنویسم؟ اذیت میکنه معلم‌ها رو. خب صفراشو شما بذار. خدام نسبت به بنده‌هاش اینجوریه. میگه با بنده‌های من مدارا کنید، چک و یک اولش میذارم، صفرشو خودت بنویس. الخلق عیال الله، مردم خانواده خدا. کی نزد خدا محبوب تره؟ اونی که به عیال الله بیشتر رسیدگی کنه. قبل از اینکه این آدم بچه فلانی باشه بنده خداست، من به خاطر خدا کمکش میکنم، کاری با دین و ایمونش هم ندارم.
کاری با زبونش و بددهنیش و بددلیش هم نداره و خدا حساب میکنه. یا علی مدد. بیدارباش.net